بله دوستان عزیز، اینک شعر دوم از مجموعه ادعیه عشق به نام اشک سحر که من هم خیلی خوشم میاد و شعر خوبی است، غزل خوبی است، براتون میخوانم. بین که ز اشک سحر من به کجا میرسم، بین که ز اشک سحر من به کجا میرسم، یا به عشق یدن یا به خدا میرسم، یا به عشق یدن یا به خدا میرسم. در دل صحرای عشق با غم و سودای عشق، یا ز تنم جان رود یا به شما میرسم. بین که ز اشک سحر من به کجا میرسم. گرچه ز خاکم ز خاک شادم از این چشم پاک، چون به بر صادقان وقت دعا میرسم. میرم از این آسمان از فلک و کهکشان، میرم از این آسمان از فلک و کهکشان. بین که به داد شما من ز کجا میرسم. سوی دیار فلک یا که به بزم ملک، سوی دیار فلک یا که به بزم ملک. با تو رسم هر کجا بی تو کجا میرسم. بین که ز اشک سحر من به کجا میرسم، یا به عشق یدن یا به خدا میرسم. عاشقم و جان نثار صادقم و انتظار، ورنه به پابوس او کی به ریا میرسم. ورنه به پابوس او کی به ریا میرسم. بین که ز اشک سحر من به کجا میرسم، یا به عشق یدن یا به خدا میرسم. گرچه فقیرم فقیر با دل روشن ضمیر، گرچه فقیرم فقیر با دل روشن ضمیر. پیش شیخ خسروان همچو گدا میرسم. پیش شیخ خسروان همچو گدا میرسم. بین که ز اشک سحر من به کجا میرسم، یا به عشق یدن یا به خدا میرسم.